چند نکته مهم که اپراتورها توی گودهای عمیق زمان عملیات خاکبرداری باید رعایت بکنن. به هیچ وجه طرفین دستگاه رو نباید خاکبرداری بکنید، چون امکان اینکه دستگاه به بغل چپ بشه خیلی زیاده. ارتفاع ترانشتون بیشتر از 4 متر نباشه، چون که خاک دستیه. امکان اینکه دستگاه به پشت چپ بشه خیلی زیاده. عرض پاشنه‌های خاکی رو کمتر از 3 متر نکنید. به هیچ وجه توی شیفت شب عملیات پنل برداری رو انجام ندید. توی گوشی نرید، موزیک گوش ندید و به هیچ وجه از هندزفری استفاده نکنید. اگر مثل الان کامیونی نیست که عملیات بارگیری رو انجام بدید، دستگاه رو از رمپ پایین بیارید و عملیات دپو خاک رو انجام بدید. زمانی که بیل رو می‌خواید از رمپ پایین بیارید، از شیب خیلی زیادی اون رو حرکت ندید، چون امکان این که دستگاه روی خاک دستی به بغل چپ بشه خیلی زیاد. پشت زنجیر دستگاهتون رو خالی بذارید که زمانی که سر زنجیر خاکش رفت، دستگاه بتونه بیاد عقب و جای خودش رو حفظ بکنه. به هیچ وجه خاک رو انقدر زیاد دپو نکنید که از اطراف سکو پایین بریزه و عملاً دوباره کاری انجام بشه که بخواید اون رو دپو بکنید. موقعیت دستگاه رو باید به شکلی بذارید زمان پر کردن سکو باکتتون زیر پاکت اون دستگاه نره، چون امکان اینکه سنگ از داخل باکت اون روی جک دستگاه بیفته و بهش شاسی وارد کنه خیلی زیاده. زمانی هم که باکتش رو میخواد بیاره پر بکنه، نباید توی سکو برید، چون که با ناخون دستگاه امکان اینکه به جک بیل آسیب وارد کنه خیلی زیاده. اگر نکته مونده و نگفتیم توی کامنت ها برای ما بنویسید و حتما این فیلم رو برای اون اپراتوری که میشناسید بفرستید که این خطاها رو نکنه.